سلام بیننده گرامی، امروز دوشنبه 29 ایون است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا نگاهی میاندازیم به سرخط خبر و موضوعهای مهم برنامه خبری امروز. من میرزا نبی خالقزاده هستم. برنامه اخباری آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید و با هم تماشا میکنیم. تاجیکستان امکان برقرار کردن پروازهای هوایی دائمی را با روسیه، ترکیه و چین بررسی دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در سامانه رسمیش گفت طبق دستور ستاد جمهوریوی عاید به پیشگیری از پهنشوی بیماری همهگیری کووید 19 مسئله برقرار نمودن پروازهای دائمی به روسیه، ترکیه و چین از جانب مقامات مربوطه مورد بررسی قرار دارد. رهبر ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کرد که تا 14 ایول با 8 پرواز غیر نقشه‌ای از مسکو و سن پترزبورگ، یکترینبورگ و نووسیبیرسک و قزان 10 نفر را به وطن برمیگرداند. تا به حال 2 پرواز چارتری از مسکو و قزان انجام شد. روز 3 ایون یک پرواز چارتری دیگر در خط سیر دوشنبه نووسیبیرسک دوشنبه صورت میگیرد. مقامات میگویند هنگام برگرداندن بیشتر به بیماران و زنان و کودکان و معیوبان، سالخوردگان، دانشجویان و اشخاصانی که به سفر خدمتی به روسیه رفته بودند برتری داده می شود. مهاجران از زندان آزاد شده تاجیک که اکنون در بازداشتگاه ولایت تولا نگاه داشته می شوند از شرایط طاقت فرسای اتاقهای نم و رطوبتناک و برخورد بیرحمانه ناظران شکایت دارند. آنها پس از رها شدن از زندان باید به تاجیکستان فرستاده شوند، اما بنابر بسته بودن مرزها و پرواز هواپیماها ماهها باز در بازداشتگاه تولا درمانده‌اند. مهاجران از داخل این بازداشتگاه یک پارچه نوار به عنوان رادیو آزادی ارسال کردند و از مقامات تاجیکستان درخواست دارند برای بازگشت آنها به وطن مساعدت کنند. این در حالی است که روز 28 ایون 24 نفر مهاجر تاجیک در بازداشتگاه موقتی در منطقه مورداوی روسیه دست به گروسانشینی زدند. آنها نیز سالهای دراز در زندانها بودند و ماه‌های اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید، اما به دلیل بسته بودن مرزها نتوانستند به کشور انتقال یابند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آنها درخواست کرده بودند صبر کنند. بیننده ارجمند، در برنامه اخبار در این باره برایتان گزارش ویدیو داریم، ما را همراهی کنید، آن را با هم می‌بینیم. در نیم سال در حدود ولایت ختلان 11 خواننده مکتب خودکشی کرده‌اند. مقامات معارف میگویند این آمار در مقایسه با رقم‌های همین دوره سال گذشته 3 مورد بیشتر است و آنها را نگران کرده است. والدان میگویند سبب خودکشی فرزندان برایشان معلوم نیست، اما روانشناسان حادثه را بیشتر با افسردگی از حد زیاد و جنجال در عائله‌ها ربط می‌دهند. به اطلاع رسمی اکثر نورسانی که در نیم سال در ولایت ختلان خودکشی کردند دختران بوده از 15 تا 17 سال داشتند. سفر دولت، یک مسئول ریاست معارف ولایت ختلان میگوید با همه خانواده‌ای که کودکانشان قصد به خودکشی کردند صحبت کرده است. سبب‌های احتمالی رفتار آنها را میپرسند. سفر دولت گفت در بعضی حالات کودکان در نتیجه جنگ و جنجال والدان دست به خودکشی میزنند، در حالت‌های دیگر هیچ سببی خاصی را نمی‌یابند. در پژوهشی که سال 2017 از طرف بنیاد اطفال سازمان ملل متحد و به نام تحقیق حالت‌های روانی اطفال مایل به خودکشی انجام شد، معین کردند که یک سبب اصلی قصد جان خود کردن نوجوانان و جوانان بی‌توجهی والدان، بی‌خبر بودن از حال دنیای آنها و دور بودن از نوازش مهربانی میباشد. اکثر نوجوانانی که در نظرپرسی 3 سال پیش بنیاد اطفال سازمان ملل شرکت کردند به سوال چرا همسالانشان خودکشی میکنند گفتند والدان آنها را درک نمیکنند و از جانب کسی دستگیری نمیشوند. در اشقاباد و شهرهای دیگر ترکمنستان ورقه‌های ضد حکومتی با عکس‌های پرزیدنت قربانگلی بردیمحمدوف و نوشته‌های گم شو و دزد پیدا شده است. نماینده گروه تشبسکاری که ورقه‌ها را پهن میکند با آژانسی ترکمن نیوز گفته است کاسه صبر مردم لبریز شد و افزوده است درک میکنند که عملشان خطرناک است و در صورت بازداشت جزای سخت خواهند گرفت. ولی تحمل این رژیم و بی‌طرف بودن دیگر ناممکن است. ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده در آسیای مرکزی است. در آنجا تنها رسانه‌های دولتی کار و فعالیت میکنند. در شاخصه آزادی مطبوعات که هر سال گزارشگران بدون مرز نشر میکند، ترکمنستان در آخری رویخط و همگی یک زینه پیش از کره شمالی است.
قربانگلی بردی محمدوف ماه دکبر سال 2006 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه پیشین سفرمراد نیازوف زمام قدرت را در ترکمنستان به دست گرفت و تا حال به این کشور پوشیده کمترین تغییرات وارد کرده است. مخالفان حکومت ترکمنستان و سازمان‌های حامی حقوق انسان او را همواره به سرکوبی دیگر اندیشان تنقید می‌کنند. و حالا یک گزارش یک خبر دیگر از شوخی بلاگرها در تاجیکستان. پلیس شهر دوشنبه شهباز فتایف، یک بلاگر تاجیک که با سلاح مانند به تپانچه مکروف گفته است بخیلان را میپرانند، بازداشت نموده و او با حکم دادگاه به 5 روز زندان شد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفته است شهباز فتایف 20 ساله ساکن شهر دوشنبه است. در کوچه زیبونیسا زندگی میکند. در صفحه اینترنتیش خود را همچون بلاگر اعتراف نموده است. به گفته مقامات کارهای داخلی، فتایف به خاطر خودنمایشی و با این وسیله مشهور گردیدن و زیاد نمودن صف اعضایان صفحه اینترنتیش هنگامی در داخل автомاشین بودنش تپانچه در نوار انعکاس گردیده را گرفته. بعد ثبت نوار مذکور آن را در صفحه اینستاگرامش نشر نموده است. سلاح به نوار گرفته او تپانچه گازی بوده از جانب پلیس مصادره شد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و آدنا کلاسیک همراهی کنید. ولی با این همه ما منتظر این هستیم که هر حادثه و هر یک لحظه هایی را که برای حیات تاجیکستان مساعدت میکند و به خوبی کمک میرساند برای ما یا نوار است یا خبر است بفرستید. ما منتظر هستیم. از همکاری با شما خوشحال هستیم. خدا نگهدار.